سلام علیکم دوستان، رفقا، هموطنای گلم. امیدوارم که حالتون خوب باشه، سلامت و سر حال باشید. قبل از هر چیزی بهتون بگم که این محتوا بخش بندی شده است، زمان بندی شده است. میتونید اون بخشی که میخواید رو برید از توی دیسکریپشن انتخاب کنید. شنبه 22 آذر ماه آقای امیر وظیفه شناس رومی ران کرده بود توی کلاب هاوس و مکس فخرایی، شهرام همایون، تقی رحمانی و فرید سرگویی توی این روم صحبت کردن. البته این روم خیلی طولانی بود، بالای 11 ساعت بود. خیلی اومدن صحبت کردن، ولی این 4 نفر رو من دیگه براتون انتخاب کردم که صحبت‌های مهمی هم داشتن و هم جالب بود، هم صحبتشون مهم بود. شهرام همایون که خیلی وقت مورد غضب طرفدارای رضا پهلوی قرار گرفته و سلطنت طلبها کلا باهاش رابطه خوبی ندارن. از یک طرفی هم مکس فخرایی اومد صحبت کرد که من اصلا این آدمو نمیتونم بفهمم، یکی از بیشرفترین آدمای کلاب هاوسه. یعنی نمیدونم با چه غلظتی میتونم بگم، خیلی بیشرف این آدم و من به عینه چند بار دیدم که این آدم چه کارهای کثیفی تو کلاب هاوس کرده. اوایل کلاب هاوس روم میزد در حد اینکه مثلا بیا کراشتو ببر، بیا با کراشت آشنا شو، بیا کراشتو پیدا کن. از اینجور روما میزد که مثلا بنگاه محبت برای خودش باز کرده بود دیگه. الان شده طرفدار پهلوی. این آدم تا پارسال هم رفته بود به پزشکیان رای داده بود، تو انتخابات شرکت کرده بود و طرفدار پزشکیان بود و ازش حمایت کرده بود. اون موقع فیلمای ازش در اومده بود که به این رکیک ترین فحاشی‌ها رو جلوی چش خودش کرده بودن، یعنی چشم در چشم سلطنت طلبها اینو پیدا کرده بودن. بهش همین طرفدارای رضا پهلوی که الان داره برای سینه میزنه، بهش رکیک ترین فحشا رو داده بودن. تو مکس مادر هستی؟ آره آره. ببین بکن، من تمامه که توییتر رو پخش میکنم. آخه جاکش، آخه دیوس. من بچه ها شنیدم تو از اون بده های کلاب هاوس هستی. یه چیزی میخوام بهت بگم، توف تو شرف نداشتت، توف تو وجدان نداشتت. خیلی ممنون که ازت ایستادی، که وایسادی حرف منو گوش دادی، ولی خواهر و مادرتو یکی می. الان مکس فخرایی شده طرفدار رضا پهلوی و اومده سینه میزنه براش. البته این قضیه، اینکه اتفاقاتی که تو مراسم خسرو علی کردی افتاد از طرف جمهوری اسلامی بود، از سمت شهرام همایون این قضیه عنوان شد و دیگه برای اینکه ماله کشی بشه آقای مکس فخرایی اومد این قضیه رو دست گرفت و ادامه داد. مگه میشه؟ آخه من تو محتوای قبلی هم گفتم دیگه، هر اتفاقی که میفته همه رو بندازیم گردن جمهوری اسلامی. این کثافت اینا رو که ما داریم میبینیم. که حالا این قضیه سیم کارت سفید هم که اتفاق افتاد، میگم دیدید اینا سیم کارت سفیدی که برملا شده بود خیلیاش طرفدار رضا پهلوی بودن. باز هم نمیتونید، یه بخشش بله طرفدارش بودن دیگه، نمیتونید بگید که همه این کثافتی که الان وجود داره بین سلطنت طلبای پهلوی گرا، بین طرفدارای پهلوی، اینا همه رو بندازید الان گردن جمهوری اسلامی که بله نفوذ داره. ببینید دیگه چقدر فشله این سیستمی که راه انداخته شاهزاده که اینجوری توش نفوذ میشه. و یک صحبتی من شنیدم درباره جایزه‌ای که تعیین کرده بودن، خیلی برای من عجیب بود. برای حذف آقای امیر طاهری، سلطنت طلبها یا همین گارد جاویدانی که رضا پهلوی راه انداخته، $200,000 جایزه گذاشته. آخر این محتوا به این قضیه میپردازیم که اصلا به کجا دارن میرن. حالا شروع میکنیم از صحبت‌های شهرام همایون و بشنوید ببینید که چه اتفاقایی توی این روم افتاد. من سلام عرض میکنم خدمت همه خانم و آقایون و خیلی هم عذرخواهی میکنم از جناب دانشگر. من حقیقتش تقصیر آقای وظیفه شناس، دیشب نیمه شب با من صحبت میکردن، راجع به اتاق صحبت کردن، ولی من چیزی متوجه نشدم که دعوت به خصوصی داشته باشن. به همین دلیل چون امروز برنامه دارم، خیلی خیلی از همه کسایی که نوبتشون رو غصب میکنم عذرخواهی میکنم، به خصوص جناب دانشگر. جناب وظیفه شناس، این موضوع رو به صورت مجزا و مجرد نمیشه نگاهش کنید. این رو باید در یک قاب بزرگتری ببینید و این قاب بزرگتر عبارت است از این که جمهوری اسلامی یه سری یک پروژه خاصی رو از 3-4 سال قبل شروع کرده و به شکل‌های گوناگونی
داره در جهت تخریب نیروهای مخالف خودش کوشش میکنه. حالا با توجه به وقت کوتاهی که هست و من در خدمتونم، شما ببینید بیشترین بهره رو از این اتفاق کی برد؟ خب خانم محمدی عزیز مورد اهانت قرار گرفت از یک سو، یه جریان پر گروه کثیری هم در یک موقعیتی قرار گرفت که قطعا عمل نکوهیده‌ای رو باعث شد. در نتیجه برنده اصلی این بازی جمهوری اسلامی بود. معمولا تو مسائل جنایی و جرائم و اینها انگیزه و اون کسی که بیشترین بهره رو از وقوع یه حادثه میبره متهم ردیف اوله. اولا من خدمت آقای سروش هم عرض سلام به خصوص دارم و عرض میکنم نگاهی که آقای سروش به مسئله کردن بسیار دقیق و درست و موشکافانه بود. یعنی وقوع این حادثه، حالا چون جزئیاتش که با سند نمیشه راجبش صحبت کرد، ولی در مورد تبعاتش بسیار نگاه درستی داشتن و منم توضیح بدم خدمتتون. شاید اولین و شاید تنها رسانه خارج از کشوری که این کار رو، این اتفاق رو به شدت محکوم کرد خود بنده بودم در برنامه دیروز و دیگران رو هم دعوت کردم به این که باید این کار رو محکوم کرد. این روشی نیست که مردم بشینن نگاه کنن ببینن که احتمالاً گروهی که میخواهند قدرت رو به دست بگیرن از حالا تا به تحمل مخالفینشون رو ندارن. حالا متاسفانه این اتفاق نیفتاد و محکوم نشد، ولی واقعیت امر این من است اتفاقا که می‌خواستم بپرسم آقای اومانی، ببخشید فرمایش شما رو قطع میکنم. پیام آقای شاهزاده رضا پهلوی، حالا اگه مایل بودید، من اصلا اول صحبت می‌خواستم اینو بپرسم، یه جوری تایید کننده انگار اتفاقات دیروز بود. یعنی ایشون تشکر کردن، خب این فاجعه رقم زده شد، به قول ما صاحب عزا عصبانی شد. آره ویدیوهاش هست دیگه. ایشون هم اصلا بدون تشکر کردن که آقا مثلا انگار کار عالی انجام شده. ببخشید حالا اگه دوست دارید یه نظری بدید، اگه نه هم دیگه به خودتون حال ارزم به حضورتون، حالا من راجع به فرمایششون که نمیتونم نظر بدم به حال، ولی فکر میکنم احتمالاً نمیخوام دفاعی بکنم یا چیزی بکنم، ولی چون یه تناقضی وجود داره. ببینید آقای شاهزاده پهلوی کسی است که در یک مصاحبه ای به ایشون گفته میشه شما برای نجات ایران آیا حاضر به همکاری با آقای موسوی، آقای کروبی هستید؟ و ایشون میگه بله، با صراحت هم میگه بله. در جنبش سبز دستبند سبز دستش میکنه، با تمام نیروها و جریانهایی که مخالف جمهوری اسلامی بودن در ایران اظهار همراهی و همکاری میکنه. و حالا این تناقض رو بالا من حقیقتش میتونم بگم نمیفهمم، چون عده‌ای حالا از طرفداران سامانه پادشاهی تصور میکنند که این واقعه مشهد یک پیروزی بوده، در حالی که این واقعی علیه سامانه پادشاهی بوده، علیه طرفداران این جریان بوده و نتیجه هم به نظر من نتیجه منفی بوده برای این جریان، نتیجه مثبتی نبوده. و اساسا ما باید فکر کنیم که چرا طرفداری از یک شخصیت یا یک جریان فکری الزاماً باید در برخورد با جریانات دیگر مخالف جمهوری اسلامی باشه. چرا نباید فکر کنیم اینا باید مکمل باشن؟ چرا نباید فکر کنیم که خانم نرگس محمدی برنده جایزه صلح نوبله، یعنی دنیا ایشون رو در یک امری صاحب صلاحیت دونسته، چه امتیازی از این بالاتر برای مخالفین جمهوری اسلامی؟ چرا ما باید ایشون رو نفیش کنیم؟ چرا اگر ایشون رقصید اشکال داره اما من رقصیدم اشکال نداره؟ و اصلا این چه نگاه زشتی است که ما وظیفه حفاظت اطلاعات جمهوری اسلامی رو بر عهده بگیریم و در برخورد مخالفان با جمهوری اسلامی چماق در دستمون بگیریم و اونها رو بخوایم از صحنه بیرون بکنیم. چرا باید
دیروز در مشهد گروهی به نام طرفداری از سامان پادشاهی همون کاری رو بکنن که مأموران اطلاعات کردن، یعنی هر دو علیه خانم نرگس محمدی باشن، ایستادن کنار جریان سرکوب جمهوری اسلامی. مگه افتخاره؟ من همیشه یه مطلبی رو گفتم در برنامه ها که مطلبی که جمهوری اسلامی را خوشحال بکند قطعا به ضرر ماست. و شما نگاه کنید از این صحنه ها کی بیشترین لذت رو میبره، کی بیشترین لبخند رو بر لب میاره؟ اپوزیسیون. ما همه باید به عضویت در جریان اپوزیسیون جمهوری اسلامی به خودمون ببالیم در درجه اول و هر کسی رو تو این دایره هست گرامی بشموریم، ارزشمند بشمریم. علیرغم اینکه حالا در بعضی از مسائل ممکنه با هم اختلاف نظر هم داشته باشیم، چرا ما متوجه نیستیم که هیچ کدام به طور منفرد، به طور تکی، به طور تنهایی قادر به مقابله با این حکومت نیستیم؟ اما گفتم جناب وظیفه شناس، من الان سعی میکنم یک عکسی رو بذارم روی برای شما بفرستم که بر اساس بررسی هایی که دوستان کردن نشون میده که چقدر اکانت هایی بوده در طول این چند ماه گذشته با تصاویر رضا شاه، با تصاویر شاهزاده رضا پهلوی، با تصاویر محمد رضا شاه، با شعار جاوید شاه و اینها همه متعلق به همین کارتای سفید بوده و داخل ایران بوده، خطای سفید بوده و داخل ایران بوده. خب گفتم امیدوارم یه روزی شما یه اتاقی بذارید و این موضوع در یک قاب بزرگتری بهش نگاه بکنید. این بخشی از پروژه، شایدم نتونم بگم جمهوری اسلامی، شاید بشود گفت به یک جریان ناشناس بشود نسبتش داد، که کسانی رو که خطری محسوب میشند یا اینکه میتونن در این دایره مخالفت با جمهوری اسلامی خطر محسوب بشوند رو تخریب بکنن. همه اون اتفاقاتی که برخی از دوستان ما و شاید همفکران ما فکر میکنن که امتیاز بوده برای اپوزیسیون، همه اینا در طول تاریخ نشون داده میشه که تخریب بوده و حالا متاسفانه بخشی با عدم توجه به درک درست این ماجرا تو این دام افتادن و به این تخریب افتخار هم میکنن، به این تخریب شدن افتخار هم میکنن. ولی واقعیت امر این است که تا زمانی که ما فکر میکنیم برای به کرسی نشوندن حرف خودمون باید تاج‌زاده رو محکوم کنیم، نرگس محمدی رو محکوم کنیم یا فاطمه سپهری رو محکوم کنیم، متاسفانه باید بدونیم که برنده این بازی جمهوری اسلامی است. توفیق ما زمانی است که شاهزاده رضا پهلوی، خانم نرگس محمدی، خانم فاطمه سپهری، آقای تاج‌زاده، آقای موسوی، خانم رهنورد، هر کسی به هر اندازه‌ای که از جمهوری اسلامی فاصله گرفته از ماست، نه بر ماست، به هر اندازه. یک کسی 5 سانت فاصله گرفته مثل شما، یک کسی 100 متر فاصله گرفته، فرق نمیکنه. به همون اندازه ما باید گرامی بدونیم و قدرش رو بشناسیم و ازش حمایت بکنیم و تخریبش رو تحمل نکنیم. من خیلی عذرخواهی میکنم، معذرت میخوام، این تقصیر بیشتر متوجه آقای وظیفه شناسه که من درست دیشب متوجه نکردن، مجبورم که اتاق رو ترک بکنم چون برنامه تلویزیونیم شروع میشه. ولی گفتم امید دارم واقعا که دیروزم در برنامه هم گفتم من در حقیقت از دیروز تا حالا آقای وظیفه شناسه اصلا حالم خوب نیست، خیلی حالم خوب نیست، برای اینکه به این نتیجه رسیدم که یک سری از باورهای من ممکن است که در طول همه این سالها یا فریب خوردم نمیدونم یا اشتباه کردم نمیدونم، خلاصه در سنین آخر عمر آدم خیلی بده که وقتی پشت سرش رو نگاه کنه با
شک و تردید به خودش نگاه بکنه. ولی آخرین حرفم این است که هر نوع اختلافی، هر نوع فاصله‌ای قدرت ما رو کم میکنه، اهم از این که بخوایم شاهزاده رضا پهلوی رو نفیش کنیم یا تاجزاده رو نفیش کنیم یا فاطمه سپهری و یا نرگس محمدی. باید بدونیم اینها همه بازوان یک حرکت بزرگ علیه فاشیستی ترین حکومتی هستند که در این سالها بر مملکت ما چیره شده. امیدوارم یه اتاق دیگری بذارید و این پروژه رو که ابعاد خیلی گسترده ای داره. آقای خمینی توی سخنرانیش میگه که یه روزی 2 نفر جوان رو فرستاده بودن نجف، اومده بودن و به توصیه کسی و ما گفتیم خیلی خوب باشه، اینا تو منزل ما موندن. صبح من بلند شدم برای نماز صبح، دیدم این 2 تا جوان زودتر از من بلند شدن، دم حوض دارن وضو میگیرن. همین قضیه منو مشکوک کرد که بابا بالاخره ما طلبه ای هستیم فلان. و بعد البته حالا من نمیخوام بگم گفت اون 2 نفر کی بودن و چی بودن و اینها، گفت به هر حال گفت تردید من درست بوده، اینا کاتولیک‌تر از پاپ بودن. حقیقتش من به عنوان کسی که به هر حال سالها عمرمو برای مثلا پرچم شیر خورشید یا معرفی خانواده پهلوی صرف کردم، امروز با کسایی روبرو میشم که زودتر از ماها، خیلی از ماها، من امیر طاهری و خیلی دیگه بلند شدن دارن سر حوض دست نماز میگیرن. خدا عاقبت هممونو به خیر کنه. خیلی خیلی هم از جناب دانشگاه دوباره عذرخواهی میکنم. سلام عرض میکنم خدمت بزرگان، خانم آقایون محترم. اول باید به این شجاعت خانم محمدی تبریک گفت. واقعا نمونه الگوی زن ایرانی بودن ایشون که با تمام شجاعت در محلی حاضر شدن که ما میدونیم میزبان گرایش هایی نسبت به شاهزاده داشته. ولی قبل از اینکه روایت بکنم من چی درک کردم از اتفاق دیروز، از همگی تمنا میکنم پرطرفدارترین سلبریتی های ایران، آقای تتلو و آیسان اسلامی، تماما فوش خار مادر دارن میدن. در خلال صحبت من فکر کنید که آیا این 2 آقا هم طرفداران آقای پهلوی هن؟ روایت بکنم دیروز آنچه فهمیدم. خانم محمدی شجاعت بزرگی به خرج میدن، اونجا تشریف میبرن، صحبت میکنن به میزبانی کسی که گرایش هایی به شاهزاده دارن. افرادی دقیقا همون جوری که بدون سوگیری آقای دکتر دانشگر فرمودن میتونن مدل کارت سفیدی، یعنی اطلاعاتی، یعنی مکس، امنیتی. من یه نکته بگم، ببخش حرفا رو قطع میکنم. آخه اینم نیست. مرحوم وکیل بودن و عکسای اتاقشون در واقع همون فعالیتی که خانم محمدی میکنن. بله. میدونید من اصلا مشکلی ندارم ببین بله. شایعات دامن زده میشه. همون سوالی که بعد میخواستم از آقای دانشگر بپرسم، یه وایسی درست میکنن که اصلا اصالتش نامشخصه. میزبان برادر مرحوم بودن، دعوت کردن رسما از خانم محمدی. فعالیت مرحوم هم اتاقش عکس آقای موسوی هست، عکس شهید همته و هیچ نشانه ای که نمیدونم، میدونی اینجور مصادره کردن که هر کسی هر جا فوت میکنه بله. طرفدار شاهزاده هست، اینم نه مشکل سازه. نه نه این نه چون نه من قطعیه اعتقادم این نه. نیست که بله طرفدار بفرمایید. شاهزاده هست. همون که گفتی طرفدار آقای موسوی ان کافیه. به خاطر اینکه یکی از افتخارات ما مردم ایران باید این باشه که آقای موسوی، آقای تاجزاده و همچنین آقای شاهزاده رضا پهلوی بدون سوگیری نسبت به طیف دیگه اون همگرایی که آقای دکتر دانشگر مطرح کردن رو بهش دارن دامن میزنن. ولی دیروز خانم محمدی اونجا با افتخار حضور پیدا کردن، یک تعدادی بیادبی کردن. اون تعداد میتونن طرفداران آقای تتلو باشن، چندین میلیونن، میتونن اطلاعاتی باشن مثلا. ولی به هر حال خانم محمدی با قدرت تمام همونجا میمانند، صحنه رو ترک نمیکنه. خانم محمدی از زندانیان سیاسی یاد میکنه که از جمله درشون
طرفداران سامانه پادشاهی هم هست. یعنی وظیفه اخلاقی یک فعال حقوق بشری رو تمام قد ایفا میکنن. تعدادی اونجا مخرب بودن، بله. یه تعداد زیادی شعار به طرفداری از آقای پهلوی دادن، بله. آقای پهلوی صبح علل طلوع ما اروپا، من 5 صبح که بیدار میشم تاز دادم دیدم ایندیپندنت گذاشته، با هوشمندی تمام بدون نام بردن از خانم محمدی که هزینه‌ای به گردن ایشون اضافه بکنه در جمهوری اسلامی، خواستار مطالبه آزادی بی قید و شرط ایشون شده. و برعکس امیر جان، چرا میگم بعضی از دوستان سوگیری دارن؟ آقای دانشگر، خیلی از افراد هستن که خط فکریشون کاملا مشخصه، به طرف آقای موسوی نگاه میکنن، به طرف آقای تاجزاده نگاه میکنن، بدون سوگیری نسبت به پهلوی، بدون هیچ سوگیری. 10 ساعت با دکتر دانشگر صحبت بکنی، یک لحظه حاضر نیست به آقای پهلوی رأی بده اگه انتخابات بشه. ولی هیچ سوگیری هم نسبت به آقای پهلوی نداره. همون کسایی که طرفدار آقای پهلوی هستن، معدودن، زیادن، فوش میدن، همون قسمت از جامعه ایرانن که هیجانی و عصبانی هم فوش میدن. چند بار در مورد جامعه خشمگین از آقای دکتر سروش، از آقای دکتر قاضیان خواهش کردیم که توضیح بدن. مگه خواهش کردیم در مورد طرفداران شاهزاده صحبت بکنن؟ ولی خانم محمدی خودشون بزرگواری کردن، تا لحظه‌ای که میتونستن در بین همون جمع ایستادن. به خاطر وظیفه حقوق بشریش ایشون هدف دارن، ایشون حامی زندانیان سیاسی هستن. برای خانم محمدی که فرق نمیکنه تو چی میخوای، چه طیفی رو میخوای. اینجا اون همگرایی خانم محمدی تجلی پیدا میکنه. و آقای پهلوی، امیر جان، برعکس روایتی که شما کردی که ایشون یه حمایتی هم کردن همچین بعدشون هم نیامد، خیر. ایشون تشکر کردن بابت حمایتی که ازشون شده، ولی لپ مطلبشون، اوج کلامشون حمایت از دستگیر شدگان بدون نام بردن بود که برای خانم محمدی هزینه اضافی بار نکنن. سوال بعدی، خانم آقایون فکر کنید، من که جرئت نمی کنم اختلاف نظر بکنم با بزرگانی که در استیج حضور دارن. خانم آقایون، کدوم دفعه جمهوری اسلامی سیلی نخورده بلند شده گفته ما زدیم؟ مشخصه که دیروز باید اتاق ارزشیا و حزب اللهی ها بگن ما برنده شدیم، در صورتی که کسی با کسی اختلاف نداشته. یه تعدادی اونجا مخرب بودن یا نبودن، اصلا بیان شناسنامه بیارن آقای دانشگر که ما طرفدار آقای پهلوی هستیم، باشه، خشمگینن، ناراحتن، مثل تمام طرفداران میلیونی آقای تتلو که به زمین و زمان و خدا و پیغمبر و زن و دختر دارن فوش خارمادر میدن. پس بنابراین اگر ما در اظهار نظر در مورد آقای پهلوی، که من اینجا میگم جلوی خود طرفداران شاهزادم گفتم، بنده نه سلطنت طلبم نه دنبال دیکتاتوریم، بنده از 50 سال سنم 40 سالشو در دموکراسی زندگی کردم و مواهبشو لمس کردم. این اون چیزیه که برای کشورم میخوام. ولی اگر مایکمو باز کنم، اگر در جایی بتونم صحبت کنم، با این کلاممو که شروع بکنم که طرفداران آقای پهلوی فحاشن، عین این میمونه که توی این اتاقا بیام صحبت کنم بگم مردم ایران که بی ادبن، مردم ایران لیاقتشون همون ساشا صبحانیه، مردم ایران همون آیسان اسلامی هن. آیا با قضاوت هم منصفانه بوده؟ نه، قضاوت هم منصفانه بوده. همون جوری که از این بزرگواری و شجاعت خانم محمدی باید حمایت بکنیم که لایق جایزه صلح نوبل بودن، افتخار برای کشورمون آوردن، به همون اندازه از آقای پهلوی برای همگرایی نسبت به کسی که اسیر شده و حمایت خواسته بکنن مردم یا طرفداران خودش از آزادی بی‌قید شرط ایشون، به همون قد باید ارزش بدیم. خانم آقایون، فحاشی، خشم قسمتی از فرهنگ ما شده، متاسفانه به دلیل حکرانی. همون جوری که خدا رو 100,000 مرتبه شد که آقای دکتر دانشگر این موضوع رو گفتن، همون جوری که آقای دکتر دانشگر گفتن، در هیچ طیفی نیست که ما عصبانی و خشمگین نداشته باشیم.
همین اتاقای کلاپاسی که امیر جان میگه، من اتاقای 10 تا چپی براتون میارم، جمهوری خواه، دموکراسی، خیلی هم شیک، خیلی هم با کلاس، دائم دارن فوش خار مادر میدن به همه. این که معیار ما نیست. فخرایی فوش نمیده، وظیفه شناس فوش نمیده، مسعود فوش میده. این تنوع فرهنگی ماه و فشاریه که حکرانی برامون آورده. طرفداران آقای پهلوی، اونهایی که طرفدار واقعی آقای پهلوی هستن، حتما منش و روش و وقار آقای پهلوی رو الگوی رفتاریشون میکنن. اگر کسی سایبریه، اگر کسی هیجانیه، مد نظر ما نیست. از خانم محمدی یه بار دیگه به خاطر شیرزنیش، به خاطر اینکه الگوی زنان ایران بود دیروز، تشکر میکنیم و از آقای پهلوی هم همینطور به خاطر رواداری و همگرایی و احساس مسئولیتی که نسبت به خانم اسیر ایرانیمون در دست جمهوری اسلامی ابراز کردن. خیلی ممنون آقای وظیفه شناس. وکیل حقوق بفرمایید. بشر 2 بار اومده بود تهران خانه ما و پرونده های فعالان سیاسی مدنی در مشهد قبول میکرد. خب ظاهرا پدرش هم تو جبهه کشته شده. خب این برادر این دعوت کرده بود که اینا در این مراسم شرکت کنن و به دعوت برادر شرکت کرده نرگس در اون مراسم و به دعوت اون برادر سخنرانی کرده. یه سری میان فش میدن. ببین من این آقای چیز قبول ندارم. من تو، شما تیترای من تو رو نگاه کنید دیگه، کانال سلطنت طلباست دیگه. میاد میگه نرگس محمدی رو مردم هم کردن. خب نمیشه این با هم خوب چسبان. شما میدونی به نرگس بگی خیلی چرا رفتی، ولی خب میدونی این فعال حقوق بشر بود و ما باید میرفتیم و رفتی اونجا. حالا مثلا ممکنه اونقدر پیچیدگی نداشته باشه اونجا، نباید سخنرانی کنه اونجا، آدمای خیلی پیچیده نمیرن سخنرانی کنن. اون نرگس شجاعتی داره، رفته حرف زده. نرگس هم که تا الان یک کلمه علیه هیچ گروه سیاسی حرف نزده، یک کلمه. خب گرایش جمهوری خواهیه ولی علیه کسی حرف نزده. نرگس میره بالا، یارو میگه مرگ بر چپی ملا مجاهد، یه سنگ پرت میکنه تو صورت نرگس. بعد یه اونجا مثلا 1000 نفر جمعیتن، یه 20 نفر میگن خب شاهزاده، خب بگن حقشانه، ولی بعد فوش میدن. نرگس به محض هم که میاد پایین دستگیر میشه. اینو درست. حالا اتفاق تو مشهد افتاده، ما میگیم اینا همه امنیتی هن، همه مال جمهوری اسلامی هن. خب چرا کانال من تو رفته تو بادش؟ نمیشه اینو قبول کرد. ببینید روش جریانی که دقیقاً داره تجربه انقلاب تکرار میکنه، زودتر هم تکرار میکنه، 100% هم شکست به نظر من خواهد خورد. این میخواد یه صدای پای فاشیسته، یعنی حرف زدن هم ممنوعه. یعنی من نباید حرفی بزنم که مخالف نظر این جناح باشه. ببینید یه موقع شما میای یه حرفی میزنی، میگن این حرفشون اینه، آقا بیا با این بیعت کن. من در نظام پهلوی، حکومت پهلوی، هیچ گونه امر مثبتی نمیبینم. تمام کسایی هم که امروز خمینی فوش میدن، اگه به رضا پهلوی علاقه داشتن زمان شاه همون حزب اللهی الانن به نظر من. اونایی که تجربه ندارن همون حزب اللهی، اونایی که تجربه دارن خب میگن آقا سال 57 تازه خمینی فوش نمیداد. دعواهای خمینی بعد 58 شد، بعد یک گروه ها فعال شدن. یعنی گروه ها مثلا آیندگان مقاله‌ای می نوشت، خمینی میگه من آیندگان نمیخوانم. خب ببینید تجربه رو که برای آب نساختن که. منم که نمیدونم به اصطلاح یک ناسیونالیسم رمانتیک داشته باشم، رضا پهلوی فلان فلان کنار هم. این امکان پذیر نیست. ببین شما اگر هوادارای آقایان باشه اشکال نداره، بعد فحش تو ادبیات ما هست، ولی این رهبرای جنبشش میگن، دوره وریاش میگن خمینی کسی فحش نمیداد که، خلخالی فحش میداد. خمینی خیلی مؤدب حرف میزد، خیلی فاخر حرف میزد. اون کلمات چیزی کار ندارم با ادبیات فاخری داشت.
خب رضا پهلوی معلومه نباید فوش بده. رضا پهلوی وقتی دیروز پیام داد باید میگفت شما این کار نباید بکنید. خب چند دوستا سلطنت طلب هم گرفتن، اون برای همه باید اینجوری حرف بزنه. اتفاقا رضا پهلوی به اینا میدان میده. نرگس اینجا باید اون پیچیدگی داشت نمیرفت بالا. یه پیچیدگی های سیاست ایران میخواد که آدم ها تو زمان پیدا میکنن، نمیشه همه جا به هم چسبان. ولی این از لحاظ رفتن کارا من اصلا همسر نرگس نیستم. الان من دارم دیگه پدیده رو نگاه میکنم. من میبینم یه اتفاقی تو ایران افتاده، تیتر من تو تیتر سایت فارس مال سپاه پاسداران، تیتر سایت تنظیم مال وزارت اطلاعات، این همه تخریب نرگس محمدی. چرا؟ چون با شاهزاده بیعت نکرده. حالا برنده جایزه صلح نوبل دیگه، حالا باید بزنیمش. مگر همین سلطنت طلبا نیومدن گفتن آقا اصلا باید بریم اونجا ما به نوبل بگیم نوبل از این بگیرن، نوبل نباید این بدن. ما خیلی از این چیزا شنیدیم. همه اینا هم نرگس شنیده، جواب نداده. من به تقاضای گرایش سیاسی دارم حرف میزنم. من الان نمیگم من معتقدم یه آدم سیاسی میاد نگاه میکنه میگه این خانم اگه زیاد پیچیده بود نباید میرفت اونجا سخنرانی میکرد، ولی اون سیاسیه نیست، اون مدنی است. مدنی رفت اینجا صحبت کنه. آقا صحبت چیکار بیاد پایین؟ مگه حرفی علیه شاهزاده میزنه؟ یا نه باید بیاد بگه درود بر رضا پهلوی شاهزاده شاه دوم حرف بزنه؟ خب این که دموکراسی نیست، که فاشیسته. این هنوز قدرت نگرفته فاشیسته. این بوی فاشیست میده. ببینید ما دیدیم اینو. من 20 سالم بود انقلاب شد، من دیدم اینا رو. خمینی گفت من آیندگان نمیخوانم. مگه خمینی گفت برای آیندگان آتیش بزنیم؟ مگه گفت برای کیهان آتیش بزنیم؟ من کیهان نمیخوانم. اسب تازه نفس دیگه. این که آقای اینی خیلی ها با جمهوری اسلامی مخالفن، اسرائیل هم مخالفه، اون لاتم آقای تطلو هم مخالفه. آیا هر کی مخالف بود درسته؟ آیا مسیر کجاست؟ تو دموکراسی میخوای دیگه، آزادی میخوای دیگه. این آیا میتوانه آزادی بده؟ شما قطعنامه کنفرانس مونیخ این آقایانه بخوانید، توش آزادی هست؟ سوار میشیم میزنیم میریم جلو. دوره بعدش هم حرفاشونو گوش کنید. اینا اومدن، نه ببین اینا اومدن پهلوی الان تو یوتیوب چیکار دارن میکنن؟ جلال آل احمد میکوبن، اشکال نداره نقدش کنن، میگن بی شرف. شریعتی میگن فاسد فلانی. خب این نقده؟ این نفیه. شما جلال نقد کن، شریعتی نقد کن، هر کی دوست داری نقد کن. ببین این جریانه، اینه ساده نگیرید. این شما اصلا ایران ولش کنید. این رسانه ها عمده کردن دیگه. کی عمده کرد؟ من تو و اینترنشنال. حالا بیشتر من تو سلطنت طلبه دیگه بابا. رئیسش همش سلطنت طلبن دیگه. خب اینجاست که شما اتفاقا اینم که میگه به نظر من تازه اول ماجراست. حالا شاید خدا به ایران رحم کرده، شاید هم نکرده. یعنی یه جریانی پیدا شده که ماهیت اول به شما رو کرده. حالا دیگه با مردم هم دیگه انتخاب کنن. ما که تا آخر عمر ما کارمان همین مخالفته، ولی تا میخوام بکنن دیگه. اگه واقعا این راه نجات برن، من معتقدم موفق نمیشن. اینا تو بازی وزارت اطلاعاتن. ببین اجازه مراسم اینا به برادر دادن. حالا من اصلا برادرم چه خبر نداشته. توی مسجد بزرگ حدود 1000 نفر جمعیت. خب 20 نفر 30 نفر هم مثلا میگن صدا بیشتر از این نیستش که. حتی 2 تا بسیجی هم ممکنه سود بزن. اصلا همه اونجا بسیجی هم. خب من تو چیکار میکنه اینجا؟ من تو الان رسانه دیو و فرشته رو دیو میکنه. رسانه سلطنت طلب داره میگه نرگس محمدی رو هو کردن. تمام مطالبش علی نرگس محمدیه. خب این یعنی چی؟ آقا این نفوذ نداره روی رسانه ها.
این نفوذ نداره رو معاونش. پس چه رهبریه؟ رهبری شیخ خمینی قبول داشت، پنهان میکرد. این الان خیلی شاید اصلا به این وسیله بخواد ایران نره، چون اون را تیمرمن میگه اصلا این آدم این حرفا نیست، این نمیتوانه رهبر بشه. آمریکایی‌ها دو سال باهاش صحبت کردن دیگه. حالا چرا دوست داره؟ این خطره و اینا باید دقت کرد. ببین هر کس که با خمینی بد بود آدم خوبی نبود، هر کس که با شاه بد بود آدم خوبی نبود. حتی گاهی دیکتاتورها با هم بد میشن، طبیعی هم هست. شما ببین شعارش چیه؟ شما یه شعار دموکراسی تو اینا میبینی، اینا همه رو از قبل در آوردن، آتیش زدن، همه زنده ها هم گفتن میکشید. حالا شما بیا بگی انشالله گربه است. من گفتم من اینجا تغییر رحمانی به عنوان فعال سیاسی که سابقم از نرگس محمدی همه کسایی که تو مراسم هستن بیشتره، من همه جوانیمه تو زندان جمهوری اسلامی گذراندم، از 20 سالگی تا 36 سالگی. پس یه چیز متوجه میشم دیگه، طرف کی دورشه، چه گرایشی داره، چه حرفی میزنه. خب شما میگید من جمهوری خواهم ولی رضا پهلوی بیاد، این قسم به سلطنت خورده، نمیداره قسمشو باطل کنه. من بیام بشم حالا فردا ابزار رضا پهلوی، بعد حاکم بشه، بعد دوباره بازم محکوم بشم، بعد فردا بیام میگن ها تو شما سر ما رو کلاه گذاشتی. نه ما نمیذاریم. ما میگیم آقا ما دموکراسی میخوام. دموکراسی هم یه حدودی داره. حتی اینا آزادی بیان که با دموکراسی خیلی فاصله داره جوش گرفتن. حرف میزنی پشت میدن. ارتش سایبری شما یه توییت بکن پشت میدن. بابا فوش. بله ما میبین، من بچه جنوب شهر قزوینم، یعنی محله لاتای قزوین بزرگ شدم. من تو زندان عادی بودم، من بدترین فوشا رو بلدم. ولی دلیل نمیشه وقتی دیگه سطح سیاسی میاد که نمیدونی فوش بدی که امیر تسلط 10 میلیون هم هوادار داشته باشه، فوش بدن. ولی شما نمیدونید سلطنت ساختار سیاسی کشوره. واقعیت اینه سلطنت طلبها تو چیزی بلد نبودن. در زمان پهلوی اول دوم هم توش فوش بود. خب خاطرات علمه بخوانید دیگه، ادبیات رضا شاه رو بخوانید دیگه. حالا این اصلا پادشاه نشده که. این آقا اول که شروع کرد خوب حرف میزد، 3-4 سال پیش هرچی با این هوادارا نزدیک شد ادبیاتش بیشتر فاصله گرفت. من مادر اینو خیلی از خودش با کلاستر میدانم، ولی واقعا اینطوریه. ببین الان پهلوی نیست، نظام سلطنتی پهلویه که اون آقای رئیس ساواک هم توش نقش داره. مگه اون بیکاره؟ این سازماندهی اون میکنه، فشارم اون میده، ولی اون قبول داره. من خلاصه کنم، نرگس رفته یه برنامه، آدمی خیلی پیچیده سیاسی نمیرفت بالا اونجا سخنرانی. من بودم نرفتم سخنرانی کنم، ولی شاید 20 سالم بود این کارو میکردم. ولی این یه فعال حقوق بشری، خانواده دعوت کرده، رفته اونجا و سخنرانی کرده. تو سخنرانی سنگ پپ میکنن، بعد اونجا جارو زیر چیز توییت من تو مینویسه من دست اون کسی که سنگ پپ کرده ماش میکنم. یعنی چی؟ شما برو من تو رو نگاه کن. بعد وقتی که با این آدم دور چیزن، اگه واقعا دموکراسی، باید اول بگیم من با اینا رابطه ای ندارم، ما میدونیم رابطه این آقا با اینا خیلی خوبه. پس این مسئله رو باید دقت کنیم. حالا بعضیا قبول دارن، اون یه بحث دیگه است، اصلا باید نمیره، باید سخنرانی نمیشه، بحث دیگه است. ولی اتفاقا دیروز نشان داده شد که اتاق فکر جمهوری اسلامی خیلی قشنگ حرکت میکنه. شما با کلمات آقا من صداقت دارید، آقا این پهلوی مبارزه، اولا ما مبارزه پهلوی ندیدیم. یه سری اونجا میگن داوید چاک مبارزه نیست، مبارزه زندان که بونشه یه چند نفر گرفتم. آقا میاد اینجا میگه مبارز. خب آقا پهلوی مبارزه، خانم نرگس محمدی هم مبارزه، با هم آشتی کنن. نرگس که دعوا نکرده، که اون دعوا کرده، هوادارای اون دعوا کردن، هوادارای اون فوش دادن، اون که فوش نداده که. نرگس یک بار تا الان علیه هیچ گروهی حرف نزده.
میگه همه با هم. خب گرایش جمهوری خواهی چی کنه؟ جمهوری خواه کسی که فامیلای نرگس زمان شاه زندان بودن کشته شدن، زمان جمهوری اسلامی هم زندان بودن کشته شدن. من اصلا واقعیت میگم، من اصلا به عنوان زن شوهر نرگس حرف نمیزنم. من به عنوان یه ناظر فعال سیاسی حرف میزنم که تجربه‌ای دارم. من انقلاب دیدم، جنبش سبز دیدم، جنبش اصلاحات دیدم، جنبش مهسا دیدم. جنبش مهسا یکی از بهترین جنبش‌های ایران بود، ولی ادبیات جنبش یکی از بدترین ادبیات ممکن بود. چرا اینقدر بی‌تربیتی تو جنبش مهسا بود؟ چرا اینقدر فحش میدادن؟ چرا تو اصلاحات فحش نمیدادن؟ چرا جنبش سبز فحش نمیدادن؟ من جنبش سبز خیابان نداشت. بابا اون رهبری که میاد یه بخشی رو میگیره یه ادبیاتی حاکم میکنه یا به یه ادبیات اجازه میده. وقتی اجازه میده خب اونم میگه دیگه، بعدم اونو فالوورش میکنه. خب معلومه. به نظر من این روند غلطه و وزارت اطلاعات روی سوار میشه و استفاده میکنه. این جریان هم یه خودخواهی داره، میگه آقا جان واقعا معتقد، میگه چپی ملا مجاهد هم اینا با ما مخالفن. حالا چپی 1000 جور داریم، مجاهد 1000 جور داریم، ملا 1000 جور داریم. این اصلا شعار فاشیستیه. حالا مردم اینا از ملا بعدشان میاد، والا این شعار فاشیستیه. همه آخوندا بدن، همه مجاهدین بدن، همه چپیا بدن، راستا خوبن. شما این دقیقا نشان میده. من میگم سلطنت طلب میتوانه باشه ایرانیه، من اینو قبول دارم، من باش همکاری نمیکنم. ایرانی حق داره با تو انتخابات شرکت کنه. تو این حرفو بزنی قبول نمیکنم. تو باید با من بیعت کنی. من نمیتوانم با سلطنت طلب، با توجه به تجربه ایران، ساختار متمرکز، بعد یه نفر میاد مطلق میشه، بعد میمانه، بعد همه رو دور خودش میگیره، بعد میشه مطلق، بعدم اون میشه قطب، همه صفا. همین الان مثل دور خامنه‌ای جمع شدن صفا میکنن. خب من نمیخوام دوباره بی مبتلا بشم، من نمیخوام عامل این قضیه بشم. خب باید افشا کنم. ببین من نمیدونم ماسمالی کنم. ببین شما صادقانه ماسمالی میکنی یه موقع، ولی نیستش، نمیشه این ماسمالی کرد، نمیشه توییت زد این بله نرگس مبارزه رضا پهلوی در کنار هم. اصلا کنار هم نبود. اونجا یه مراسمی بوده است، یاد بود آقایی که وکیل حقوق بشر است. نرگس رفت جلوی در زندان مشهد از فاطمه سپهری حمایت کرد. اینا میگن نوبل چرا به فاطمه سپهری ندادن، به نرگس دادن. به ما چه مربوطه؟ به نرگس دادن. به من مربوط نیست. نوبل دادن. نرگس خب شناخته شر بوده، براش فعالیت شد دادن. فاطمه سپهری مگه نوبل ملاکه؟ ببین اینا همه مسائلی که پشت پرده داره. خانم توهین کرد، دوباره عقب نشست، حالا خودش حرف نزد، بعد دوباره اطرافیان پشت دادن، بعد اطرافیان گفتن تو حرف. ببین یارو میگه تو از زندان مصاحبه کردی، نشان میدی در ایران دیکتاتوری نیست. یعنی چی؟ هواداره سلطنت و دوره اصلاحات از توی زندان اوین مصاحبه میکردن. ما مصاحبه کتبی کردیم با آنجلا جولی. خب یه سری کلمات هم هست. اصلاح طلب یعنی چی؟ مگه یه زمان اصلاح طلبی یه روش بوده برای مبارزه با بنبست خورده؟ آدم که نمیدونه اشتباه. آدم میگه آقا رفتم جواب نداد راه رو عوض کردم. همش اتهامه. شما من تو رو ببینید، اگر من تو این دعوا رو دیروز راه نمینداخت این جو درست میشد. اصلا سلطنت طلبا اونایی که چیزن دنبال دعوان اصلا تقویت کردن دیشب. اصلا کل قضیه رفت هوا. بعد از این جمهوری اسلامی میکشه عقب، به اسم اپوزیسیون مراسم‌های اپوزیسیون به هم میزنه. این اتفاق توی سیتی یونیورسیته پاریس 1364 بین مجاهدین و اقلیت بود. مراسم هم دیگه به هم میزدن. حالا داخل کشور میکنن، کاری نداره که. این اصلا اینقدر دست نداره بذاره تغییر بشه بعد کار خودشو بکنه. شاید فکر میکنه تغییری صورت نمیگیره.
خیلی ممنون. من اینو عمدی میبینم، کار رسانه من تو میبینم و اونا حمایت کردن. توییترهایی که به قول هارس پولش اسرائیل میده دامن زدن و تیتراشان عین تیترای سایت‌های جمهوری اسلامی بود. نرگس رو هو کردن، همه نرگس رو هو کردن. خب نرگس رو مخالف داره، خب طبیعیه، همچنین سلطنت مخالف داره، ولی اونجا قاعده یا حرفی اصلا علیه سلطنت نزد. بعد اول میگفت شاهزاده رضا پهلوی شاهنشاه ایران، اسرائیل هم خوبه، بعد حرف میزد. خب اینو قبول نداره، نمیگه. یه آدم مستقلیه، 54 سالشه، خودش تصمیم میگیره. واقعا من احساس میکنم تو اسرائیل رژیم سوژه خوبی به دست آورده و اینه باید اون کسی که شروع میکنه قطع کنه اگه راست میگه، و من بعید میدانم قطع کنه. خیلی ممنون. سلام میکنم به همه کسانی که در اتاق هستن. ممنون از آقای وزیرشناس که من دعوت کردن. من متاسفانه به آقای وزیرشناسم گفتم و که من امروز وقت چندانی ندارم به دلیل اینکه حالا من به خانواده کار دارم و بنابراین نمیتونم زیاد در اتاق بمونم. البته میرم و برمیگردم اگر اتاق ادامه پیدا کرد. حالا با این شرط من حرف بزنم که چون خیلی بد آدم حرف بزنه بعد بره، بله بله ولی من حتما. ناچارم اینو قبلا هم به شما عرض کردم. من خیلی فشرده است و تون حرف بزنم برای که کار دارم واقعا. ببینین تو این واقعه خب بعد از این صحبت های تقی‌رحمانی حرف چندانی نمونده من بزنم، ولی صحبت بقیه دوستانم جست و گریخته شنیدم چون مجبور بودم از اتاق برم بیرون. و ببینین مسئله از چند بود هستش. یکی این که اون عنوان شما که گفتین آقای خسروی کردی کشته شده، خب تمامی شاخصه های قتل های سیاسی و حکومتی که در موارد دیگه بسیار دیده ایم در این مورد هم صادق است. خب طبیعا من البته نمیتونم حالا در یک دادگاه برم مدارک محکم پسند بیارم که این کشته شده، ولی شاخصه هایی که در اون قتل های ثابت شده، قتل های محمد مختاری، پوینده، فروهرا و دیگران بود، در این مورد هم هست. اون فیلمی هم که گذاشتن من نگاه کردم، این فیلم نشون نمیده که پیش از اون چه اتفاقی افتاده. شما مثلا میدونین خب به سعیدی سیرجانی اینا یک چیزی دارو که نمیدونم الان اسمش یادم رفته دادن، بعد از خب اون بعد از مثلا 5 دقیقه 10 دقیقه بعد سکته کرده. خب شما میتونی اون بخش دارو رو که ما ندیدیم، لذا این واقعا اون فیلم من قانع نکرد. من نمیخوام بگم کشته سازی بکنم، جمهوری اسلامی اینقدر کشته که نیازی نداره که ما کشته سازی بکنیم. پروندهش خیلی سیاه هستیم در این مورد. این یک نکته که در مورد عنوان شما. اما اون چه که اتفاق افتاد ببین دو بخش داره. یه بخشش اون که در محل حادثه رخ داده، یعنی در مشهد و اینا، که من شخصا از اون فیلم هایی دیدم و لاجرم داوری ما بر اساس همین فیلم هایی است که در فضای مجازی منتشر شده و سخت داوری، چون نمیتونیم بگیم که خب ترکیب آدم هایی که اونجا بودند و این کارا رو کردند، یعنی علیه نرگس محمدی اینا کردن، این ترکیب چگونه بوده، کی بودند اینها، مثلا ترکیب سنیشون چجور بوده، ترکیب اجتماعیشون چجور بوده. ما که از اون فیلم ها نمیشه تشخیص داد اون ترکیب رو. اما بعدش در فضای مجازی و رسانه هایی که طرفدار آقای رضا پهلوی هستند و در فضای مجازی ما میبینیم در توییتر و اینا و همچنین صحبت های خود آقای رضا پهلوی. لذا در مورد خود اون حادثه میشه تفسیرهای گوناگون ارائه کرد. یکیش این هستش که اصلا جمهوری اسلامی میدونست نرگس محمدی به این مراسم دعوت شده، حدس میزده که اون ممکنه حرف بزنه چون نرگس محمدی این کارا رو کرده دیگه، چیز عجب غریبی نیست، جاهایی که رفته صحبت کرده و خب حدس میزده که ممکنه این کار بکنه. لذا یک نیروی بسیج آماده نگه داشته که اگه اون رفت بالا بسیار با یه شعارهایی جلو صحبت کردنشو بگیرن.
این یکی از تفسیرهاست. من نمیگم اینطور هست حتما. تفسیر دیگه اینه که نه، کسانی که اونجا بودن، حالا 1000 نفر هر تعدادی که بودن، اکثرشون طرفداران رضا پهلوی بودن و خانم نرگس محمدی رو 57 که همین فرهنگ سازی که مرتب میکنن، این روزه خونایی که میان زود از 57 روزه 57 میخونن، مثل آخوندا که مدام روزه عاشورا میخونن، جبهه ملی ها همیشه روزه 28 مرداد میخوندن. پایین ترین سطح یک نظام سیاسی یا یک گرایش سیاسی روزه خونا هستن دیگه، که حرفی بلد نیستن، زود میان 57 از این چیز. خب میشه گفتش که اینا تحت تاثیر این روزخونی ها بودن و نرگس محمدی رو 57 میدونستن. یا اینکه بسا رضا پهلوی میگه من رهبر دوره گذارم، اصلا بحث سلطنت مطرح نیست، نمیگه من سلطنتم شاهم، اینا که میگه من رهبر دوره گذارم و همه باید بیان با من بیعت کنن. اون کلمه بیعت به کار نمیبره، همه بپیوندن به، یعنی بپذیرن رهبری رو. خب اون جماعت که اونجا بودن رهبری پذیرفتن، میدونستن نرگس محمدی هم رهبری رضا پهلوی رو نپذیرفته، لذا علیه شعار دادن. اینم یه تفسیر. میتونه ترکیبی از هر دو هم باشه، یعنی برنامه امنیتی، یعنی ریل گذاری که کرده بودن و بهره برداری کردن از احساسات مردم با خودشون با این شعارها همراه کرد. من نمیدونم واقعا کدومش درست هست، چون آدم اونجا نبودم و فقط یه سری فیلم دیدم. اما واکنش رسانه‌های مثل من و تو و اینا و فضای مجازی رو دیگه هممون دیدیم و میتونیم دربارش حرف بزنیم و میتونیم از خودمون بپرسیم که فرهنگ سازی هایی که شده که زمین ساز این نوع واکنش ها هستند که حالا همه باش مخالفیم چی است. اونو میشه بررسی تحلیل کرد، چون اون مندگار میشه در جنبش ایران. حالا یک برخورد خوشبینانه هم میشه کرد که گفت خیلی خوب نگاه کنین، این آقای علی کردی مشهور بوده که گرایش به رضا پهلوی داشته. من نمیدونم داشته یا نداشته، عکسایی که از خونش منتشر شده، عکسایی که به دیوار زده، اینو نشون نمیده، ولی حالا داشته دیگه، از دعوا که نداره. خب خانم نرگس محمدی بلند شده رفته اونجا به دعوت خانواده، بسیار خوب، همه جا میره، فعال حقوق بشر هست اینا، ولی اشتباه کرد به نظر من که سخنرانی کرده. حالا اون یه بحث دیگری، یعنی هم پیام رضا پهلوی نشان دهنده یک خطای بزرگ سیاسی است، هم کاری که خانم محمدی کرده به نظر من. اما اینکه خانم محمدی رفته طبیعیه، باید بره، فعال حقوق بشر، دوست بوده، اصلا آشنا بوده، این وکیل بوده، این و اینا کار حقوق بشری میکردن. و اصلا هم به هر حال یه نفر هستش که این آقای وکیل خب در جهت دموکراسی، در جهت حقوق بشر کار میکرده. طبیعتا آدم میره، منم بودم میرفتم، همه ما بودیم میرفتیم، حتی ای دعوت هم نشده بودیم میرفتیم در این مراسم خاک سپاری. خب میشه گفتش پس این نشون دهنده همگراییه. این رو ببینین که خانم نرگس محمدی که طرفدار نگفته من رهبری رضا پهلوی رو قبول دارم، میرود در مراسم کسی که شایع هست که قبول داشته. حالا من نمیگم حتما داشته یا نداشته. خانواده‌ای که میگویند خانواده گرایش داشته به رهبری رضا پهلوی، خانم نرگس محمدی رو دعوت کرده. خب اینم نشون دهنده همگرایی هست. از این نظر میشه خیلی خوشبینانه به قضیه نگاه کرد و گفت خب این اتفاق خوبیه، اینو ببینید. مردم هم به اونجا، اگه فرض کنیم این آدما مردم بودن، گفتم 3 تا تفسیر هست، ماموران جمهوری اسلامی، مردم، ترکیبی از هر دو، هر کدوم از این 3 تا تفسیر، حالا میگم من نمیدونم کدومش درسته، حدس خودم نمیخوام بگم چون حدسه. حالا هر 3 تفسیر علی گفتن مرگ بر دیکتاتور و علی جمهوری اسلامی شعار دادن، اینو هم ببینیم. بنابراین شعار علی جمهوری اسلامی داده شده، کسانی که عقاید متفاوت دارن رفتن در یه حرکت مشترک به هم شرکت کردن. بعد بگیم پس خوبه این بخشو ببینیم. این کوریست کسی که این حرفو میزنه، تجربه انقلاب 57 رو نداره. ما از یه حرفا در سال 56 57 زیاد میزدیم. ما هم میگفتیم اینایی که ببینین، من وقتی این فیلم ها رو دیدم یاد
اون دوره افتادم. کسانی بودن که با رهبری خمینی مخالف بودن. انقلاب بود، مردم تو خیابونا بودن، مثل حالا مردم میلیونی در خیابونا بودن، اعتصاب بود همه جا. حزب اللهی هم شعار میدادن حزب فقط حزب الله، رهبر فقط روح الله. باید رهبری روح الله رو بپذیر. عده‌ای بودن مخالف بودن. از جمله من خودم دو سه تا از این میتینگ های مخالفین شرکت کردم. منم مخالف رهبری روح الله خمینی بودم. یادم هست دکتر متین دفتری که جبهه دموکراتیک ملی رو بنا گذاشت، از این مخالفین بود. میگفت ما باید راهمون رو از خمینی جدا کنیم، ما باید به سمت دموکراسی بریم و به سمت ملیگرا بود دیگه، نوه دکتر مصدق. من یادم تو دانشگاه هنوز پیروز نشده بود انقلاب، قرار بود سخنرانی بکنه. حزب اللهی ها ریختن، شعارشون هم این بود: مرگ بر کمونیست که میگه خدا نیست. این شعار معروفی است در دوره انقلاب. متین دفتری حرف کمونیست نبود، خیلی هم ملیگراتر از بود. حالا بعدم چه شد کاری ندارم. شعار میدادن که دموکراتیک و ملی هر دو فریب خلقند. یعنی کسی که میگه ملی و دموکراتیک فریب خلق. و میتینگو به هم زدن، نداشتن این حرف بزن. من چون کاری نبودم، هم اونجا بودم، ولی میدونستم این میخواد چی بگه. این در واقع میخواست بگه که ما لازم از حالی که در این انقلاب رخ میده یک آلترناتیو ملی دموکراتیک درست کنیم در مقابل خمینی. خفش کردن با همین شعارا. ما رفتیم تحلیلمون این بود که اینا ساواکیان که این کار میکنن، مردم خشمگینند از دست ملیگراها. همین حرفایی که حرف بی پایه. ساواکیان نبودن، شاید هم بودن قاطی جمعیت. به هر حال اونا میخواستن اختلاف بندازن، طبیعی هم از دشمن قرار اختلاف بندازه دیگه. بنابراین دشمن کار خودشو میکنه، اون میخواد اختلاف بندازه در ماسک های گوناگون و فرهنگی تولید بکنه که طرفداران گرایش های گوناگون بر اون فرهنگ رو بپذیرن و بر اساس اون فرهنگ عمل کنن. اونایی که اونجا شعار میدادن همشون که ساواکی نبودن. چقدر ساواکی در ایران بود؟ طرفداران صادق خمینی بودن و نمیخواستن کسی جز او مطرح باشه، نمیخواستن چهره جز خمینی هم باشه، نمیخواستن کسی که میگه یک راه دیگه هم هست اجازه حرف زدن داشته باشه. میخواستن خفش کنن، خفش کردن. بنابراین من با این برخورد خوشبینانه‌ای که یه ده میگن بچه مثبتش رو ببینیم، دقیقا همون ما میگفتیم همین حرفا. من این وقتی حرفا رو میشنوم یاد اون حرفا میذارم که ما اون موقع میگفتیم مهم نیست، مهم این است که فعلا وحدت حفظ بشه، مهم این استش که حالا بله اینا ساواکیان، اصلا مهم نیست. ولی توجه کنین که متین دفتری هم از یه جایی از انقلاب حمایت میکنه، اونم حمایت میکنه. اینا من نمیخوام بگم تاریخ تکرار میشه، تاریخ هیچ وقت تکرار نمیشه. این دوستانی که دارن کپی برداری میکنن از انقلاب 57 اینو متوجه نیستن که تاریخ تکرار نمیشه. هگل میگه که تاریخ، مارکس هگل جمله داره که تاریخ تکرار میشه. هگل مارکس جمله قشنگی داره، میگه که بله همون دفعه اول تراژدیه، دفعه دوم کمدیه. تاریخ به قول امیر پرویز پویان که بهش خیلی فوش میدن، تکرار فصول نیست، چشماندازهای فصلهای بی بازگشت است. بنابراین اون چیزی در ایران داره رخ میده، جمهوری اسلامی حتما میره، ما میدونیم اینو، بایدم بره، چاره هم جز این نیست. اما بر اساس الگوی 57 نمیره، یه الگوی جدیدی وجود خواهد بود که نمیدونیم چیه. اما برخی شاخصهاش هست. لذا مسئله این هستش که بنابراین اینجوری ببینیم قضیه رو. من دارم راجع به خود حادثه حرف میزنم، بعد راجع به مجازی اینام چند کلمه بگم که اون مهمتره. خود حادثه میگم بستگی داره که چه تفسیری ازش داریم. ریلگذاری امنیتی بوده که یه دادم برده بودن که این کارو بکنن، چون به سودشون میشه دیگه. هم نرگس محمدی رو زدن، هم مراسم رو خراب کردن، هم قتلی که احتمالاً کردن و تحت شعاع این داستان قرار دادن، هم چهره بدی از طرفداران رضا پهلوی کردن، خلق کردن. چهره‌ای که
میاد میگه مرگ بر نمیدونم سفاسد چپی ملا مجاهد و همه شعارهایی که دادن و سنگ میندازه به نرگس محمدی. خب این کار میتونه پلیس کرده باشه و میتونه در این حال ترکیبی باشه. اون بخشی که پلیس میکنه من دربارش حرفی ندارم، خب پلیس باید این کارا رو میکنه دیگه، همین دیگه. اون بخشی که تحت تاثیر این قرار میگیره یا میاد اینو توجیه میکنه، به اون بخش من مشکوکم. اون بخشی که میاد میگه خب این خشم مردم است. به چی خشمگینی؟ به نرگس محمدی خشمگینی؟ نه 57 دیدین دیگه، روزه 57. اینا در واقع دارن کاری که میکنن اینه. ببین واقعیت قضیه این هستش که حتی اگر کسانی که رهبری رضا پهلوی هم پذیرفتن و معتقدن این تنها راه است، یک چیز رو میدونن، اگه نمیدونن باید از نظر سیاسی ابله باشن، باید نیروهای دیگر هم جلب کنن. رهبری باید بتونه نیروها و گرایش‌های گوناگون ضد جمهوری اسلامی رو جلب کنه، یا لااقل تحریکشون نکنه که با من مخالفت کنید. بابا این خمینی رفت تو پاریس گفت کمونیست‌ها هم آزادن. قبلش فتوا داده بود مرتد حکمش مرگه و وقتی خمینی میگفت کمونیست منظورش برنامه‌های اقتصادی سیاسی و سوسیال دموکراسی اینا نبود. کمونیست از نظر اون یعنی کسی که میگفت خدا نیست و مرتده و قتلش هم واجبه. همون موقع هم که اینو میگفت نقشه قتل همه ملی گرایان و چپی ها و طرفداران سلطنت و جبهه ملی رو در سر داشت. تردیدم نکنیم، برگردیم به گذشته شماعت قتل کسروی ببینیم. لذا رهبری انقلاب بله رهبری داره، این رهبری باید بتونه گرایش های رنگارنگ مخالف حکومت رو جلب کنه یا لااقل دشمنی و کینه و عداوت و خشم اونا رو بر نینگیزه، وگرنه موفق نمیشه. این یه واقعیتیه. رهبری این چنینی موفق نمیشه، برای که برای انقلاب، برای شما رژیم جمهوری اسلامی سرنگون کنی، اصلاحات و نمیدونم اونا یه بحث دیگریه، میخوام بکنن میخوان، اون مسئله من نیست. شما باید مردم به خیابون بیاری، شما باید فعالان کارگری رو به خیابون بیاری، شما باید فعالان معلمان رو به خیابون بیاری، فعالان دانشجویی رو به خیابون بیاری، روشنفکران رو بیاری، نمیدونم نویسندگان رو بیاری، کسانی که در جامعه در حد محدودی، بله یه نفر هست که خیلی مشهوره همه میشناسنش، بقیه ولی اینا نیروهای میدانی هستند، اینا رو باید جلب کنی. یا اینکه حداقل دشمنیشون رو بر نینگیزی، بهشون نگی من میخوام شما رو بکشم که اون یارو بگه ازدکی اینا میخوان من بکشن در آینده. خب اون یارو چیکار باید بکنه به نظر شما؟ لذا ببین خمینی زمانی در انقلاب 57 این شعارا رو میدادن که مرگ، هر جا که مثلا بخواست میتینگ بزنیم میومدن میگفتن مرگ بر کمونیست که میگه خدا نیست. ملیا جبهه ملی میذاشت میومدن میگفتن ملی و دموکراتیک هر دو فریب خلقن، به هم میزدن، سنگ مینداختن، شما میدادن. من یادم تو بهش سرام و کتک خوردیم، تازه نمیذاشتن کسی حرف بزنه. حزب فقط حزب الله رهبر فقط، اگه نگی حزب فقط حزب الله نمیشه، خفه باید بشی. ولی اون وقتی این کارا رو کرد که دیگه تثبیت شده بود، از اولش نکردن این کار، از دیما 56 راههای دیگه رفتن، بعد به تدریج قوی که شدن شروع کردن. قبل از پیروزیشون، بعد از پیروزیشون هم که خب عمل کردن به حرفشون، سر بریدن. حتی یک سال تشنج بود دیگه، یک سال هنوز آزادی ها بود دیگه. خب حالا واقعیت قضیه این هستش که من نمیگم اینا این کاری که تو مشهد شده سلطنت طلب کرده، نمیدونم پادشاهی خواه کرده، من گفتم 3 تا تحلیل هست و نمیدونم کدومش درسته. اما کاری که در فضای مجازی داره میشه و کاری که رسانه هایی مثل من و تو غیرو میکنن، اینو دیگه میدونم. مشهد نبودم، نمیدونم ترکیب چیه و احتمال زیاد دست نیروهای امنیتی هم در کاره. خانم نرگس محمدی وقتی میره اونجا و میبینه که فضا اینجوری، برای چی میره بالا؟ من بودم نمیرفتم. خیلی ساعت قابل حدس بود که اینجا
نیروهای امنیتی در لباس شخصی هستند. این آدم خیلی ساده میتونه حدس بزنه دیگه و طبیعتا بیکار نمیشینند. خب میتونه سخنرانی نکنه. اما این حرفی که من میزنم ظالمانه است، ضد بشریه، ضد آزادی بیانه. برای که به چه دلیل یک نفر نباید سخنرانی کنه؟ اون دیگه بحث مصلحت اندیشی. من نظر مصلحت اندیشی میگم، یعنی حق هر کسی که سخنرانی کنه، به خصوص یه چهره‌ای که ازش دعوت شده که بیاد سخنرانی کنه و یه چهره بین المللی هم هست. همه اخبار من آلمانی انگلیسی نگاه میکنم، تنها خبری که دارن میدن از اون مراسم نمیگن که مثلا نرگس محمدی سنگ زده، میگن که برنده جایزه نوبل دستگیر شد. اینو میگن. و از نظر بین المللی بعد این به زیان جمهوری اسلامی. ولی در داخل خب ماها ایرانی ها که همش انگلیس، رادیو انگلیس آلمان و اینا نگاه نمیکنیم که این برای قضیه هم آقای رضا پهلوی میتونست درایت سیاسی به خرج بده. وقتی میاد میگه من تشکر میکنم که به نفع من شعار دادین، گردن میگیره اون شعارها رو و بعد بلافاصله میگفت اما شعارهای نفع‌گرایانه، اما شعارهایی که اختلاف برمیانگیزد لازم نبود اسم کسی بیاره. از این خودداری کنی. نمیکنه این کارو. هر دو به نظر من، هم خانم نرگس محمدی یک خطای تاکتیکی کرد، هم آقای رضا پهلوی یک خطای تاکتیکی هم میبی نداره. همه دولت مردا در دنیا خطا مهمی که استراتژیک نباشه. اما اون چی داره در رسانه‌های طرفدار آقای رضا پهلوی رخ میده، خطای استراتژیکه دیگه، خطای تاکتیکی. چرا عرض میکنم خدمت شما؟ ببینیم این بحث مدت‌ها پیش کرده بودیم که حرکت‌های توده که خشمگینن، ناراحتن، رنج میبرن، نمیدونم البله، بر اینا اعتماد میکنن به یک گرایش‌هایی و اون گرایش براشون فرهنگ میسازه. میگه که بحث رضا پهلوی نیست اینجا، بحث همه پادشاهان هم نیست. من دارم تاکید میکنم با حرف خودم، من میفهمم دارم چی میگم. اینجا بخشی یک لایه‌ای هستش که خودشون رو طرفدار رضا پهلوی وانمود میکنن یا هستن واقعا، این من که تو دلشون نیستم، و کارشون منزوی کردن گرایش پهلوی است. چگونه؟ روزه 57 ما ایرانی ها روزه خونیم، خوشمون هم میاد از کسی که میاد روزه میخونه. جبهه ملی ها هر وقت اون موقع ببین اصلاحات ارضی شد، کاری به اون عظمت در ایران. سپاه دانش شد، کاری به اون عظمت در کل تاریخ نمیدونم 6 یا 3000 2500 سال ایران. بزرگترین تحول فرهنگی کشور بود. من مخالف شاه بودم، ما فکر نکنین حالا من طرفدار بودم. جبهه ملی ها ما باشون صحبت که می‌شدم میگفتن اما 28 مرداد کودتا شده، این شاه مشروع نیست چون در 28 مرداد کودتا کرده علیه جنبش ملی و اینا. من میگم فرض کنیم درست بوده. حالا دو روایت از یادی میگن کودتا، یادی میگن قیام ملی. من اصلا نمیخوام وارد بحث دو روایت بشم، ولی و مرتب روزه 28 مرداد میخوندن. آخوندا در تمام این سالهای پیش از انقلاب روزه رضا شاه میخوندن که این نمیدونم به اجبار حجاب رو از سر زنان برداشت. این روزه خونی، روزه 57، آدم‌های بیمایه‌ای هستند که اصلا تمام چیزشون اینه 57 ما رو بدبخت کردن بنابراین باید اینا رو بکشیم. 57 اینا ما رو بدبخت کردن، اینا نباید با ما باشن، اینا باید توبه بکنن. این از همین حرفا که دیدین میزنن مزخرفات. اینا در واقع چی کار میکنن؟ یه لیبل درست میکنن. همیشه نیروهای سرکوبگر کارشون اینه. البته خود اینا که این روزه رو میخونن این شعور رو ندارن، اونایی که اینو بهشون میدن این شعور رو دارن. یه لیبل درست میکنن، یه مارک یهودی. آلمان فاشیستا میگفتن که یهودی ها عامل شکست آلمان در جنگ جهانی اول هستند. شروع یهودی کشی اینجاست. کمونیست ها عامل شکست بودن در جنگ جهانی اول، فاشیستا میگفتن. این در واقع لیبلی میسازند و بعد هر کاری که مخالف اوناست، مثلا هر کی نگه رضا پهلوی رهبر است، این لیبل میچسبونن به پهلوی ستیز هستی. آقا یه نفر ممکنه بیاد بگه من رضا پهلوی خیلی آدم خوبیه، پدر و جدش هم خیلی خدمات کرد، مادرش هم خیلی خدمات کردن، اما به نظر من این با این شکل رهبریش
که پاسخگو نیست به یک نهادی، من قبول ندارم. این یک تفکر دموکراتیک دیگه. اینو میزنن 57 عقده پهلوی. آقا جان، ممکنه اصلا یه نفر از کره مریخ بیاد نظرش این باشه که رهبری کسی است که مسئول و پاسخگو است در برابر یک نهاد مشخص سیاسی مثل حزب، مثل جبهه، مثل فلان. یه طور سیاسی دیگه. ببین یه عده هستن کارشون اینه. رضا پهلوی در موقعیت کنونی که میگه من رهبر دوره گذارم نیازمند اجماع است. این یه شانسی بوده. من یه موقع توی اتاق گفتم یکی هم گرفت. این یه سرمایه اجتماعی داره، میشناسنش مردم ایران. تیمور شاپور بختیار هم همینطور بود. رضا پهلوی میشناسن، ایشون مردم ایران نمیشناسن. خب این یه سرمایه برای این آدم. حاصل عملکرد خودش نیست به نظر من، حاصل عملکرد جد و پدرشه. ولی حالا هر چی که هست مقایسه میکنن مردم دوران جمهوری اسلامی رو. هر کسی که ازش بپرسی، من فکر کنم شما از هر کسی، از منی که زندانی بودم دوره شاه بپرسی کدوم دوره بهتر بود، میگم دوره شاه بهتر بود. خوبه؟ ولی این برای که بتونه رهبر دوره گذار باشه به اجماع نیاز داره. کاری که یه عده دارن میکنن اینه که مدام این آدم رو تنهاتر و منزویتر و محدود به یک گرایش خاصی بکنن که اون گرایش هم میشناسیم، گرایش بسیار افراطی هستش که هممون هم میشناسیمشون. و از چه رای باید این کار بکنن؟ یکیش روزه 57، یکیش هر کی نگه رهبر پهلویه نمیدونم اجنبیه. از همین کاری که میکنه و توجیه دشنام و توجیه فوش و توجیه سنگ زدن و اینا در واقع خدمت نمیکنن به رضا پهلوی. من طرفدار رهبری رضا پهلوی نیستم، ما نمیخوام بگم من دلسوز آقای رضا پهلوی، نه. ولی من طرفدار اینم که یک جریانی پیدا بشه که ما رو از شر جمهوری اسلامی خلاص کنه. من حتی اگر اینا که میگن در آینده دیکتاتوری میشه، دیکتاتوری لاییک غیر دینی بهتر از دیکتاتوری مذهبیه. خوبه؟ ولی با این سیاست که خول این رسانه ها و این افرادی که میان 57 روزه میخونن اینا دور رضا پهلوی چیدن، دارن این امکان رو از رضا پهلوی میگیرن که رهبر دوره گذار باشه. اون چه که تو مشهد اتفاق افتاد چه تأثیری بر نیروهای سیاسی داخل کشور میذاره؟ من نمیگم اینا رو حتما طرفداران پادشاهی کردن و گفتم سه تا تحلیل هست. از نظر من ترکیب بوده، هم ریل گذاری امنیتی بوده، هم احساسات برانگیخته. ولی ما بیایم اون ریل گذاری امنیتی که اونا خواهند کرد در آینده به شکل‌های دیگری خواهند کرد، ولی بیایم این کسانی که این نوع احساسات رو برمیانگیزن رو نگاه کنیم، کسانی که این نوع فرهنگ سازی رو رواج میدن نگاه کنیم. فرهنگ سازی دشمن سازی، یه عده رو دشمن چیز میکنن، سریع نمیگن، فوش هم نمیدن. من به فحاشا کاری ندارم، فحاشا معمولا حرفشون تأثیری نداره، اما اونایی که بدون فوش دادن این فرهنگ سازی رو میکنن من بهشون مشکوکم. من معتقدم که اینها دارند هم علیه انقلاب ایران، هم علیه ما نیروهای غیر پادشاهی، هم علیه پادشاهان کار کنند. اینا به جای که روی نقطه اجماع حرکت کنند، ببینین جریان طرفداران رضا پهلوی یک جریان واقعیه، یک جریان سیاسی است که توشون هم گرایش‌های گوناگون دارن، مثل چپام که توشون گرایش‌های همه در درون خودشون گرایش‌های گوناگون دارن، اما به هر حال یه بلوکن دیگه، بلوکیان با گرایش‌های گوناگون. اصلا این بلوک با این گرایش‌های گوناگون نیازمند هست که همکاری عملی، من نمیگم بره جبهه تشکیل بده، میدونید من با جورجتاون این چیزا مخالفم، ولی اینا باید همکاری عملی بکنند در شرایط گوناگون، در همکاری پروژه‌ای، همکاری مشخص در یک طرح‌های مشخص. مثلا همین برگزاری با شکوه مراسم آقای علی کردی میتونست یک همکاری عملی و یک همکاری عملی در یک پروژه مشخص در داخل کشور منجر بشه، میتونست به این منجر بشه. نرگس محمدی من گفتم خطای تاکتیکی کرد، اما رفتنش من نمیدونم، من که تماسی ندارم، نمیدونم چرا رفته چرا نرفته، تو ذهنش چی گذشته، ولی رفتن این آدم هایی که گرایش پادشاهی ندارند
یک همکاری عملی بود، چیزی که ما بهش نیاز داریم که در عرصه‌های گوناگون انجام بدیم. خب این همکاری عملی رو به هم زدن دیگه. نیایم حالا انتقاد کنیم بگیم اینا که فوش دادن بعد آدمایان اونجا، نه، از اونهایی که میان این فرهنگ رو رواج میدند دوری کنید. اونایی که تو چپن، تو راستن، تو سلطنت طلبن، تو لیبرالن، تو هر جا که هستن. یه عده هستند، من میگم من اصلا طرفدار جورج تاون و ائتلاف و اونا نیستم، یعنی معتقدم عملی نیستن که طرفدارش نیستن، فعلا عملی نیست. تنها چیزی که عملی هست همکاری پروژه‌ای در بستر دموکراتیکه علیه جمهوری اسلامی، همکاری در طرح‌های مشخصه. کسانی هستند که به انگیزه‌های گوناگون میخوان شخص خودشون مطرح کنن، میخوان لایک بگیرن، میخوان نمیدونم گذشته خودشون رو مثل یا اسم نمیبرم مثل نصیری پسیری گذشته خودشون رو سفید کنن، هی مدام حمله میکنن به دیگران. نقل دهانشون اینه. حالا از 57 و چپی و نمیدونم ملی و فرق هم نمیکنه. در خیلی از گرایش‌ها هستن، نمیگم فقط در پادشاهی‌ها، اصلا اینا رو من پادشاهی واقعی هم نمیدونم. اگه تو چپم هستن چپ واقعی نمیدونم، من کاری نیستم که بگم کی واقعی است کی نیست. مسئله من اینه، به جای اینکه بیایم حالا فوکوس کنیم روی داستان مشهد که نمیدونیم ترکیبی هست، ریل گذاری است، ترکیبی از هر دو است، من نمیدونم، اما رسانه‌ای رو داریم میبینیم، کلاب هاوس رو داریم میبینیم. نه تنها بعد از مشهد، در تمام این مدت، در این 2-3 سال اخیر ما داریم میبینیم که عده‌ای هستند که مدام دشمن سازی میکنند و هدف این دشمن سازی ها جلوگیری از وحدت عمل در پروژه های مشخص است بین نیروهای گوناگون. من نمیگم انتقاد به هم نکنیم، 1 میلیون انتقاد به چپ میشه کرد، به نمیدونم هر گرایشی، ولی توجه بکنید که از کدام نقطه شروع میشه. از نقطه حذف شروع میشه یا از نقطه نقد برای بهتر کردن. و این به نظر من، تمام کنم حرفمو، اینه اون چه که من و تو و فضای مجازی و توییتر مخصوصا که من میبینم کردند، دقیقاً بر اساس حذف و جلوگیری از پروژه های مشترک هست و دشمن سازی از دیگری. این فرهنگ با اون اصطلاحاتش و واژه‌هاش و همه اینا ادامش فقط به یک چیز بیانجامه: تفرقه بیشتر، سود جمهوری اسلامی. حالا اونم ریل گذاری میکنه، تشدیدش میکنه. همین سیم کارت سفید، خیلی هاشون که به من فوش میدادن 57، من رفتم نگاه کردم، بعد دیدم همین از این چیزا سفید هست، ماسک شاهنشاهی هم به صورتشون زده بودن. منظورم این هستش که اگر میخوایم شاهد چون این رخدادهایی نباشیم، اون وجهی رو ببینیم که نرگس محمدی میره در یک چنین مراسمی شرکت میکنه، وجه به اصطلاح همکاری در پروژه عملی، من اسمشو میذارم، من نمیدونم ایشون اسمش چی میذاره، اون وجهی هم که یه عده‌ای مدام دارن این کار میکنند، مثل همین من و تو یا بعضی افراد و اینها، اونو ببینیم و جلو اون وجه بایستیم، نه اینکه بپذیریم. یعنی اگر این انتقاد فرهنگی رو تا عمق نکنیم از خودمون، ما شاهد این داستان بارها و بارهای دیگه به شکل‌های دیگر خواهیم بود، چون که در خارج کشور دیدیم، حالا کشید شده متاسفانه به داخل کشور. خیلی ممنون آقای وضعیت‌شناس. امیدوارم که خسته نشده باشید. فقط من چند تا نکته رو بهتون میخوام بگم که سریع سعی میکنم تمامش کنم. دقیقا محتوایی که من دیروز ساخته بودم برای همین صحبت ها بود که انجام شده بود. نمیدونم چرا از آقای شهرام همایون هم شروع شده بود، نمیدونم چرا وقتی که یک افتضاح این شکلی همیشه صورت میگیره باید بندازیم گردن جمهوری اسلامی. آقا این وضعیت وجود داره، چرا میخوایم بندازیم گردن جمهوری اسلامی؟ یعنی تا کی باید آشغالا زیر فرش پنهون بشه؟ این مسئله است. جمهوری اسلامی نفوذ داره در بین طرفدارای پهلوی، اصلا تا بن دندان نفوذ داره.
چیز طبیعیه. سیستمو شما ببینید شبیه جمهوری اسلامی، همونجور که موساد و کلا اسرائیلیا نفوذ پیدا کردن به خاطر اون شکل ایدئولوژی که جمهوری اسلامی داره، نفوذ داخلش خیلی راحت بود. کاتریک شکدن رو که اصلا دیگه نمونه بارزش هستش دیگه. این هم دقیقا همون شکلیه. جاویدچا هر کی بگه راحت میتونه نفوذ کنه. حالا چه برسه به این که بخواد تندرو خودش رو نشون بده، به مخالفای پهلوی شروع کنه فحش دادن و فحاشی کردن. اما این قضیه رو نمیتونه کلا انداخت کردن جمهوری اسلامی بگیم که آقا اینا که فحش میدادن سیم کارت سفید داشتن، پس اونایی که سیم کارت سفید ندارن اونا دیگه پس خوبن. همشون همینن دیگه. جمهوری اسلامی فقط با این نفوذا فقط میخواد که بیشتر نشون بده، اگزاجری تر کنه، دنده بده بهشون. وگرنه شخص پرستی، بت ساختن از پهلوی یا حمله به مخالفین پهلوی، فحاشی، بهتان زدن، آبرو ریختن، تهدید کردن و هزاری جو کثافتکاری دیگه، اینا همیشه تو ماهیت حسنی آدم ها بوده، وجود داشته. حالا جمهوری اسلامی خورده نفوذ کرده، بیشترش کرده یا میخواسته بیشتر نشون بده این قضیه رو. جمهوری اسلامی نفوذ هم نکنه توشون، همینه وضعیتشون. اگه جمهوری اسلامی دنده هم نمیداد این اتفاقات یعنی نمیافتاد. این نمیدونم، این پرسشی هست که من از شهرام و همایون دارم. اگر جمهوری اسلامی نفوذی نداشت توی این سیستم آقای پهلوی، آقای شهرام و همایون، اتفاقاتی که توی سبزوار مشهد رخ داد، تو مراسم خسرو علی کردی رخ داد، یعنی پیش نمی اومد. یعنی علیه نرگس محمدی سپیده قلیان و کسایی که اونجا حضور داشتن، یعنی شعار سر نمیدادن، فحاشی نمیکردن، شروع نمیکردن به خفی کردن صداش که اینو بکشید پایین حرف نزنه. من نمیدونم تا کی باید آشغالا رو زیر فرش پنهون کرد. واقعا نمیدونم تا کی باید این قضیه رو ادامه داد. الان خود شهرام همایون، من یه مصاحبه دیدم که با امیر طاهری داشت، میگفت آقا $200,000 برای حذف این آدم، این گارد جاویدانی که راه انداخته رضا پهلوی، جایزه تعیین کرده. یعنی ببینید دیگه وضعیت چقدر اسفواره. دقیقاً کارهایی که ساواک داشت میکنه الان گارد جاویدانی که آقای رضا پهلوی راه انداخته داره انجام میده. خب در این مراسم به طرف خانم محمدی سنگ پرتاب شده، هوش شده و سعی شده که این نسبت داده بشه به طرفداران سامانه پادشاهی. به خود من فحش میدن و برای من تهدیدم کردن به قتل. شما که حالا میرسیم بهش، شما $200,000 برای رقم تعیین کردن $200,000 نه؟ میدونم، یعنی میخوام بگم، من میخوام بگم که یه عده‌ای از همیهنان ما یا نمیدونم کارشون اینه که این کارا رو انجام بدن، یا اینقدر عصبانی ان که به حال عصبانیتشون با فحش و سنگ پراکنی و تهدید به قتل و نمیدونم این که گارد جاویدان میدونه شما کجا هستین و از این حرفا انجام بدن. اینا رو معذرت میخوام، فرار نکنین از موضوع، اینو بشکافید. ماجرای $200,000 مسئله تهدید شما، مسئله گارد جاویدان، اینا هم خواهش من بشکافید لطفا. من یک از دوستان مشترک شنیدم که ظاهرا برای شما $200,000 چیز تعیین کردن. بعد میده تهدیدهای تلفنی که شما اگه از شاهزاده و تیم ایشون عذرخواهی نکنین ما میدونیم کجا هستین. یعنی این کارهای مافیایی. خیلی اوضاع فاجعه بارتر از این حرفاست، خیلی. یعنی اوضاعی که پهلوی را انداخته، خاندان منحوس 3 ساله که پا گذاشته وسط و همه چیو به گند و کثافت کشیده، خیلی اوضاع رو خرابتر از اون چیزی کردی که فکرشو بخواید بکنید. امیدوارم که این محتوا براتون مفید بوده باشه. لایک کنید حتما و حمایت کنید از محتواهایی که میسازیم و هموطنانی که خارج از کشور هستید از طریق دکمه تانکس حتما حمایت کنید. چند وقت من دیگه نمیبینم کسی بخواد دونیت بده. دونیتا رو حتما جدی بگیرید برای حمایت از کانال و سابسکرایب هم اگه نکردید حتما سابسکرایب کنید که علامت زنگوله رو بزنید تا محتوای بعدی رو از دست ندید. خیلی مخلصیم، مواظب خودتون باشید.